سلام همراهان عزیز نووا، خوش اومدین به مجموعه پادکست های خلاصه کتاب نووا. امروز هم قرار خلاصه کتاب قدرت عادت اثر چارلز دوهیگ رو با هم بشنویم که یکی از فوق‌العاده ترین کتاب ها در زمینه تغییر عادت های زندگی هستش و از همه مهمتر آخر ویدیو به این میپردازیم که این کتاب رو چطور در زندگی واقعی به کار ببریم. بریم برای شنیدن خلاصه این کتاب جذاب. تا حالا شده تصمیم بگیری یه عادت بد رو ترک کنی، مثلا سیگار، پرخوری، تنبلی یا حتی ولخرجی، ولی بعد از 1-2 روز دوباره خودت رو همونجا ببینی که قبلا بودی و با خودت بگی مشکل من چیه؟ چرا نمیتونم تغییر کنم؟ چارلز دوهیگ تو کتاب قدرت عادت دقیقاً میاد سراغ همین سوال و جوابش اینه: مشکل تو اراده نیست. مشکل اینه که قوانین عادت رو بلد نیستی. پیام اصلی کتاب قدرت عادت: ما آدم‌های ضعیفی نیستیم. ما آدم‌های عادت محوریم. دوهیگ میگه بیشتر تصمیم‌های روزانه ما آگاهانه نیست. مغز برای صرفه‌جویی در انرژی زندگی رو میسپاره دست عادت‌ها و دقیقاً به همین خاطر تغییر برای ما سخته. اما خبر خوب اینه که هر عادتی قابل تغییره. فصل اول: مغز چطور عادت میسازه؟ حلقه عادت. این فصل پایه کل کتابه. چارلز دوهیگ میگه هر عادتی از 3 بخش ساخته شده. 1. نشانه، چیزی که عادت رو روشن میکنه، مثل استرس، ساعت خاص، مکان خاص، احساس خاص. 2. روتین یا رفتار، خود کاری که انجام میدی، مثل سیگار کشیدن، چک کردن گوشی، خوردن شیرینی. 3. پاداش، چیزی که مغز بابتش خوشحال میشه، مثل آرامش، لذت، حواس پرتی، حس کنترل. مغز وقتی این 3 تا رو چند بار پشت هم تجربه کنه میگه اوکی، این مسیر رو ذخیره میکنم. از اون به بعد دیگه لازم نیست فکر کنی. عادت خودش اجرا میشه. فصل دوم: چرا ترک عادت اینقدر سخته؟ اینجا دوهیگ توضیح میده چرا با وجود اینکه میدونیم یه عادت بده باز انجامش میدیم. نکته مهم این فصل اینه: عادت‌ها پاک نمیشن و تو نمیتونی حذفشون کنی، فقط میتونی جایگزینشون کنی. حالا یعنی چی؟ یعنی نمیتونی میل رو حذف کنی، ولی میتونی پاسخ به میل رو عوض کنی. نشانه و پاداش ثابت میمونن. این رفتاره که باید تغییر کنه. مثلا تو نمیتونی استرس رو حذف کنی که یک نشانه است. تو نمیتونی پاداش رو که اون حس آرامش هست رو عوض کنی یا حذفش کنی. چرا؟ چون مغز به اون حس آرامشه احتیاج داره. تو فقط میتونی اون رفتار رو عوض کنی. یعنی برای رسیدن به اون آرامش به جای اینکه از سیگار استفاده کنی میتونی از مدیتیشن استفاده کنی. این دقیقاً همون حس آرامش رو به مغزت میده که مغز احتیاج داره. پس تو فقط میتونی رفتار رو عوض کنی. فصل سوم: عادتهای کلیدی. این فصل خیلی مهمه چون دیدتو عوض میکنه. دوهیگ میگه بعضی عادتها هستن که اگر تغییر کنن زنجیره‌ای از تغییرات دیگر رو هم راه میندازن. به اینا میگن عادتهای کلیدی. مثال: ورزش منظم، خواب درست، ثبت هزینه‌ها، نوشتن اهداف. این عادت‌ها نظم میارن، اعتماد به نفس میسازن، تصمیم گیری رو بهتر میکنن و بقیه عادت‌ها رو هم خود به خود میبرن به سطح بالا. پس باید این عادت‌های کلیدی رو در زندگیت بشناسی و روی اونها کار کنی. اینجوری باعث میشه که بقیه عادت‌هات هم خود به خود بهتر باشن. فصل چهارم: اراده یک مهارت تمرین پذیر. این فصل میگه اراده یک ویژگی مادرزادی نیست. اراده با تمرین قوی میشه، با خستگی ضعیف میشه و با عادت سازی هوشمندانه کمتر مصرف میشه. آدم‌های موفق همه چیز رو به اراده نمیسپارن. با ساختن سیستم و عادت کار رو برای خودشون راحت میکنن و فقط در موارد خیلی مهم از اراده خودشون استفاده میکنن و کاری میکنن که انتخاب درست
یک انتخاب راحت باشه. ایلان ماسک برای خودش دوش صبحگاهی، دوش آب سرد، کتاب خوندن و ورزش کردن رو تبدیل به یک روتین کرده، تبدیل به یک عادت کرده و اینجوری لازم نیست اراده خیلی زیادی برای اونا به خرج بده و ارادش رو برای کارهای دیگه به کار میبره. پس کارهای خوب رو تبدیل به عادت کردن باعث میشه که تو اراده کمتری به کار بگیری و کار برات راحت تر بشه. فصل 5: عادت‌ها در کسب و کار و سازمان‌ها. اینجا دوهیگ نشون میده شرکت‌ها هم عادت دارن. مثلا عادت به گزارش دادن، عادت به پاسخگویی، عادت به بی‌توجهی یا مسئولیت پذیری. شرکت‌هایی که رشد میکنن عادت‌های درستی رو سیستماتیک انجام میدن. فصل 6: عادت‌های جمعی و اجتماعی. این فصل میگه تغییر فقط فردی نیست. جنبش‌ها، فرهنگ‌ها و حتی ترندها وقتی شکل میگیرن که رفتار جدید تبدیل به عادت بشه. یعنی وقتی دیدی بقیه هم دارن یه کاری رو میکنن، مغزت مقاومتش کمتر میشه. به همین خاطره که گروه‌ها، چالش‌ها، جمع‌های حمایتی خیلی تو تغییر عادت مؤثرن. فصل 7: فرمول تغییر عادت‌های بد. این فصل کاملا کاربردیه و میگه برای تغییر یک عادت بد 1. نشانه رو پیدا کن. 2. پاداش رو دقیق بشناس. 3. رفتار جدیدی پیدا کن که همون پاداش رو بده. مثلا خستگی ذهن یک نشانه است. عادت قدیمی سیگار کشیدن. پاداش آرامش. رفتار جایگزین. به جای سیگار کشیدن میتونی یکی از این رفتارها رو جایگزین کنی که همون حس آرامش رو میده. نفس عمیق، پیاده روی کوتاه، چای، موسیقی. مغز آرامش میگیره بدون سیگار. فصل 8: باور حلقه آخر تغییر. آخر کتاب میگه بدون باور تغییر دوام نمیاره. باید باور داشته باشی که تغییر ممکنه. لغزش پایان راه نیست و تو میتونی دوباره به همون مسیر درست برگردی. این باور معمولاً تو جمع و حمایت دیگران قوی تر میشه. کاربرد کتاب در زندگی واقعی با مثالهای واقعی. مثال اول: کسی که میخواد به درآمد مثبت 100 میلیون برسه. مشکل این آدم معمولاً پول نیست. عادت‌هاشه. عادت‌های فعلی که مانع شده. مصرف زیاد، تولید کم، یادگیری نامنظم، ترس از اقدام، رها کردن وسط راه. طبق قدرت عادت باید این کارها رو انجام بده. قدم اول: شناسایی عادت کلیدی. مثلا عادت کلیدی یادگیری و اقدام روزانه روی یک مهارت درآمدزا هست. قدم دوم: ساخت حلقه عادت جدید. نشانه: ساعت 8 شب. رفتار: 90 دقیقه یادگیری به اضافه تمرین. پاداش: حس پیشرفت و ثبت در دفتر اهداف. بعد از چند هفته تصمیم گیری راحت تر میشه، اعتماد به نفس بالا میره و فرصت ها دیده میشن. مثال دوم: کسی که میخواد سیگار رو ترک کنه. اشتباه رایج: من اراده ندارم، ولی واقعیت طبق کتاب عادت رو نفهمیده. تحلیل حلقه. نشانه: استرس، تنهایی، انتظار. رفتار: سیگار کشیدن. پاداش: آرامش موقت. راه حل: پاداش رو نگه دار، رفتار رو عوض کن. رفتار جایگزین: آدامس، نفس عمیق، نوشیدن آب، پیام دادن به دوست. لغزش کاملا طبیعیه. مهم اینه که حلقه رو بشناسی و دوباره بهش برگردی. مثال سوم: کسی که میخواد منظم کتاب بخونه. نه انگیزه میخواد نه اراده. فقط نشانه ثابت: قبل از خواب. رفتار کوچیک: 10 صفحه مطالعه. پاداش: حس برد. بعد از مدتی کتاب خوندن تبدیل میشه به یک بخشی از هویتت و یک عادتی که لازم نیست براش اراده زیادی به خرج بدی. جمع‌بندی نهایی: کتاب قدرت عادت به ما یاد میده که تو مشکلی نداری، تو بی اراده نیستی. مغزت داره طبق برنامه کار میکنه. اگر برنامه رو بفهمی میتونی تغییرش بدی و زندگی تو حاصل تصمیم‌های بزرگ نیست. حاصل عادت‌های کوچیک تکراریه. مرسی که تا اینجا با نوا همراه بودی. حتما از قسمت پلیلیست چنل به بقیه خلاصه کتاب‌ها هم سری بزن و اینو بدون که لایک و سابسکرایبت فوق‌العاده با ارزشه. تا خلاصه کتاب دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.